انا ترکا در ترکیه چه زندگی میکنن؟ تو عادتا دو کار میکنن در اویلا. یعنی یا آدم خودش تا گذرانده نمیتونه. اویلی که مینیمالی 600 دلار 700 دلار طوری سیم کارت خودش 600 700 دلار نه. و برای زندگی و خوراک و ایسوسه با آدم دیگه کار میکنه مقصد. نه که کوارتر خودش باشه مثال عادتا در استانبول زندگی میکردگی خیلی کم کوارتر دارن. برای کار اومدگی اینجا شدگی هم باشن خونه خریدن نتونستگی نه که نخریدگی هم مقصد ده. بسیارش کوارترها در زندگی میکنه. مشین خوش رو بده ماشاءالله. اینجا پورشه بده. جای خوش اومدم. به هر حال ترکارم قینی زیاد دارن در استانبول و در ترکیه زندگی کردن با پیشم بگم. آره همون بعد همین خبرای زمین لرزش و قیمتی و میاد دیگه بعضی ها استانبول رفتن اما قشاق خچون رفتن در اونجا زندگی کردن. اگه مردم عادتا اینجا برای کار میآیند تانک خمیرم اونجا در اون کار میون گفتن دیگه چیکار میکنین در اینجا خیلی قیمتی به زندگی کرده برای که در اینجا میشه کوارتر 20000 30,000 تلای اونجا برای 5000 10000 شاید بیاوده کنیش اویلی کمتر میشه نه که خیلی بود بس استرس نمیشه چنین اینجا خیلی راحت تر میشه کمتر جای شهر دور شده باشه و انسانوی بگم سر استمان